اگر 300 زبان دانی فزون نیست، همه روز بکار آید ضرر نیست. ندانی گر زبان دولتی خود، پشیمانی ندارد عاقبت سود. سلام و درودی بی پایان بینندگان عزیز، به هر یکی شما آبادی مکان و صلح و تنجی و آسودگی زمان را می خواهیم گویان. برنامه امروزه را آغاز می نماییم. با ما بمانید. زبان دولتی ریسپوبلیکای ازبکستان زبان ازبکی می باشد. ریسپوبلیکای ازبکستان حرمت کردن زبان، عرف و عادت و عنعنه‌های همه ملت و خلقیت ها را تأمین می کند. برای رواج یافتن آنها شرایط فراهم می آورد. کنستیتوسیای ریسپوبلیکای ازبکستان باب 1 ماده 4. زبان مهمترین واسطه علاقه بین آدمی زاد می باشد. زبان مایه و پایه ملت است. زبان آینه هر یک خلق و ملت می باشد. بی زبان یگان ملت را شناخته نمی توانیم. از تمام این و آن گم کردگان، زیش روتر نیست در روی جهان. زان که گم کرده زبان مادری، حرف گوید با تو با چندین زبان. باک نه اگر داوری گم کرده است، یا امید سروری گم کرده است. زهر بادا شیر مادر بر کسی کو زبان مادری گم کرده است. قبول شدن قانون درباره زبان دولتی این مهمترین صنایع دولتی به شمار می رود. نه تنها برای زبان دولتی، برای دیگر زبان‌هایی که در ازبکستان سکونت دارند، امر فعالیت دارند، برای آنها هم این چیزی مهمترین بود. از آن جمله قانون زبان دولتی که 29 اکتبر سال 1989 قبول کرده شده بود، برای دیگر زبان‌هایی که در ازبکستان امر وجود دارند، برای آنها هم مهمترین حجت به شمار می‌رود، چون که در 4 ماده همین قانون بغیر از زبان دولتی برای رشد رواج دیگر زبان‌ها هم ماده ها آورده شده است. علال خصوص ماده های 4 18 مثل 4 در اینها گفته می شود که زبان دولتی برای رشد کمال دیگر زبان ها مانعی نمی کند، برعکس برای رواج رونقی آنها زمینه می گذارد. تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد. هر بیشه گمان مبر که خالی است، شاید که پلنگ خفته باشد. Men tojik qiziman, O'zbekiston erkak qizi. Men yoshligimdan o'z ona tilim bilan birga o'zbek tili, ya'ni davlat tilini ham mukammal o'rganishga harakat qilganman. Chunki o'zbek va tojik tili asrlar davomida o'zaro aloqada bo'lib, Zulisonayn shoirlar ham o'z she'r u shakar she'rlarni yaratishgan. Millatiman tojik astu, O'zbekiston qiziman. Faxr bilan tilga olurman, indu millat bog'iman. Mekunam xizmat baroyi har du millat doimo. Bo'ldi porloq kelajak, iqbolu istiqlolimo. To abad bo'lgin omon, o'zbegim ham tojigim, yashnatib guldek ochilib, iqbolu istiqlolimo. Mir Alisher do'st edi bo jomi shirin kalom, qildi taqlid u udumga boqiyu g'afur g'ulom. Umar Xayyomning ko'plab ruboilari ham o'zbek tiliga tarjima qilinib, bu ikkala tilda ham chiroyli sado beradi. Onon ki kuhan budandu, onon ki navand. Har yak pay yak digar yakkoyak bishavand. Vin mulki jahon bakas namonad jovid. Raftandu ravemu boz oyandu ravand. Keksa yosh hayotga har kimki yetar. Hammasi izma-iz birma-bir o'tar. Bu dunyo hech kimga qolmas abadiy. Ketdilar, ketamiz, kelishar, ketar. سخن آینه غیب است، اسرار نهانی را
سخنور در زمین ماند سروشی آسمانی را. در دانشگاه دولتی فرغانه امسال سال سوم است که گروه های تاجیکی امر وجود دارند. فرزندان خوشبخت ملت تاجیک از ولایت فرغانه در اینجا تحصیل میگیرند. با زبان مادری خودشان آینده آنها میروند در مکتب‌های تاجیکی به حیث معلمان زبان ادبیات تاجیک فعالیت میکنند و نسل نورش را با زبان خودشان تربیت میکنند، تعلیم میدهند. این هم ثمره همین قانون زبان دولتی است. برای ما ملت تاجیک آموختن زبان ازبکی یک چند جهت ها دارد. جهت یکمش از آن که ما در همین دولت زندگی میکنیم باید زبان دولتی رو به پرگی به خوبی دانیم. این یک. دوم، دانستن زبان ازبکی از آن باز منفعت کلان دارد که با چندین ملت های ترک زبان ما با این زبان معاشرت کرده میتوانیم. این دوم جهت است. سوم جهت، وقتی که زبان ازبکی رو ما نقض میدانیم هنگام گذشته زبان تاجیکی، در نتیجه قیاس بسیار پهلوهای مهم زبان خودمان را باز هم برعلاتر میبینیم، چون که زبان ها حساب همدیگر بای میشند. در ترکیب زبان ازبکی اگر چند کلمه های تاجیکی بسیار باشد، در زبان ما هم همین گونه کلمه های ازبکی هست از وجود دارند که به آنها ما علاقه زبان خودمان تصور کرد نمیتوانیم. اگر چند که قوش و قواق اینها در تاجیکی مرادفات دارند، لیکن با ما انه شدگی همین کلمه ها رو ما کار میفرد. کلمه تیل این گونه کلمه ها بسیارند. از ازل با مردم ازبکستان یک ملت دو زبان کردی گپ میزدی خلق ما. از دوره جامی نوایی این دوستی ما هیچ کس اگر خدا اینه جدا نکند بندش جدا کردن نمیتونه. اگر خدا جدا نکند بندش جدا کردن. این گپای کوچکی بعضی آدم میگه دوستیگری ما هیچ وقت کنده نمیشد. تاجیکی ازبکی هیچ وقت هیچ کی جدا کردن. از ازل ما دوست قرانداش و گفتیم با زبان دولتی گوییم. Özbekistan oğludur man tacikim Gustav Piser. Rast gülüyem her kadami sevgilim bir can kader. Ana dey baysam browni bittasini kader. Hem küdü çeşmi siyah hem iki halkam müteber. Mihri yağdaş der vücudum pağlayay şemsi temer. زبان دولتی ازبکستان زبان ازبک می باشد. این از این دلیل می دهد که عرف و عادت‌های ملی که در ازبکستان هست از نو برخیز بسیار شاعران و ادیبان ایجادات خودشان را با زبان ازبکی نشر کردند و ایجاد کردند. بسیار شاعرانی که در دوره شورا سیاه کرده بود از نو سفید کرده شد و تمثال زبان دولتی ازبکستان زبان ازبکی همچون علیشیر نوایی اساسگذاری زبان ممتاز ادبیات ازبک مبدل گردید. من با آموختن زبان ازبکی حالا شغل می‌ورزم برای آنکه تمام حجت‌های دولتی، کارهای اداروی و مناسبت‌های دیپلماتی به زبان ازبکی گرفته می‌شود. ما این را دانستن شرط و ضرور است. بهترین گوهر گنجینه هستی سخن است. گر سخن جان نبود مرده چرا خاموش است. زبان دولتی زبانی است که در دولت معین به طور رسمی استفاده می‌شود. در قاعده دولتداری قید شده است که زبان دولتی هر یک دولت در کنستیتوسیون خود عکس خودش را یافتنش لازم است. موافق این قاعده در 4 ماده کنستیتوسیون ریسپوبلیک ازبکستان ذکر شده است که زبان دولتی
این رسپوبلیکای ازبکستان زبان ازبک است. اهمیت زبان دولتی در چیست؟ میگویند که زبان روح ملت است. از همان روزی که زبان ازبکی زبان دولتی اعلام کرده شد، عرف و عادت‌های ملی، قدرت‌ها، ارزش‌های ملی ازبکانه به خلقمان برگردانده شد. مردم ازبکستان به آزاد فکری، آزاد سخنی صاحب شد و زبان ازبکی دوره نو رشد خود را از سر گذراند و برای آموختن زبان دولتی شرایط‌ها فراهم کرده شد. در 24 ماده قانون زبان دولتی ذکر شده است که برای آموختن زبان دولتی شرایط‌ها فراهم کرده می شود. زبان‌های دیگر ملت ایالت‌ها احترام کرده می شود و برای آموختن زبان دولتی بی‌پول است. موافق همان ماده در رسپوبلیک ازبکستان برابر زبان دولتی دیگر زبان‌ها هم روش و رونق یافته است و تعلیم به 7 زبان مورد استفاده است. وظیفه ما جوانان از آن عبارت است که زبان دولتی همان را پر را از خود کرده آن را پاک و بی‌آلایش نگاه داشته است. زیرا شاعر گفته است اگر 300 زبان دانی فضول نیست، همه روزه به کار آید زبون نیست، ولی اگر ندانی زبان دولت خود پشیمانی ندارد عاقبت سود. سخن از عرش برین آمده است، بحر پاکان به زمین آمده است. در دانشگاه دولتی فرغانه به مناسبت 30 سالگی قبول زبان دولتی یک سلسله تدبیرها برگزار خواهد شد. مثلا روز 21 اکتبر وابسته به همین سنه ما انجمن بین الخلقی درباره مسائل مهم فیلولوژی برگزار خواهیم کرد و در آن نه فقط عالم‌های فرغانه یا ازبکستان شرکت خواهد کرد، بلکه چند عالمان از جمهوری تاجیکستان، قرغیزستان، قزاقستان و همچنین از دولت روسیه اشتراک می کنند. این انجمن به مسئله های مهم امروزی زبانشناسی و ادبیات شناسی بخشیده شده است. غیر از آن معلمان دانشکده ما یعنی کافدره زبانشناسی در لیسه ها، مکتب ها، کارخانه های شهر فرغانه درباره اهمیت قانون دولتی زبان، درباره کارهایی که از طرف رهبریت ازبکستان برگزار شد شناس می کنند و همچنین در واسطه های اخبارات عاموی مانند تلویزیون، رادیو، همچنین روزنامه ها با مقاله ها، معروضه های خود شرکت خواهند کرد. و من میخواستم بگویم که زبان ازبکی به درجه دولتی قرار گرفته است، نه فقط با زبان ازبکی وابسته است بلکه تمام زبانهایی که در ازبکستان موجود هستند، خلقهایی که در ازبکستان زندگی میکنند، یعنی این قانون کفالت دوستی، کفالت برابری این همه خلقها و زبانها می باشد. مثلا در فاکولته ما غیر از زبان ازبکی همچنین زبان روسی، زبان تاجیکی هم خواننده می شود که اینها برای مکتب‌های روسی زبان، برای مکتب‌های تاجیک زبان متخصصان زبان و ادبیات روس یا زبان ادبیات تاجیک حاضر می کنند. خواهی که نیاری به سوی خویش زیان را، از گفتن ناخوب نگه دار زبان را. وقتی که ما به این گروه وارد شدیم دیدیم که درس فولکلور یعنی ایجادیات مردمی بود و موضوع امروزه موضوع توی و مراسم های ملی. خوش بیننده عزیز، من چرا از این درس و از این موضوع یادآور شدم؟ خلقهای تاجیک و ازبک در دوام تاریخ دراز
با همدیگر آنقدر آمیخته گشتند که واقعا دیگر از همدیگر جدا کردن آنها امکان ناپذیر است. و زبان تاجیکی و زبان دولتی یعنی زبان وطنی ما، زبان ازبکی هم همچنین. این دو زبان هرچند که از عائله های گوناگونند و تاریخ تشکلیابی دیگر دارند، با همدیگر آنقدر پیوستند که گویا از یک عائله و حتی شیوه های یک زبان باشد. مگو ناخوش که پاسخ ناخوش آید، بکو آوازی خوش ده تا خوش آید. در ایجادیات لفظی خلق تاجیک هم بسیار عنصرهای هست که با ایجادیات لفظی خلق ازبک هم آهنگی دارند و تفاوت‌های نهایت کم به چشم میرسند. مثلا من حاضر ما مراسم توی تاجیکان را به خوانندگان فهماندیم و اگر همین را در مقایسه با توی ازبکان از نظر گذارانیم آنقدر تفاوت جدی به نظر نمی رسد. حتی مثلا همین سرودی یار یار گوییم هم در توی تاجیکان و هم در توی ازبکان به یک آرزوی امید، حتی به یک آهنگ صدا می دهد. وقتی آدم نسبت خود احترام را می خواهد باید که به دیگران احترام را ظاهر کند. احترام با واسطه چی ظاهر می شود؟ پیش از همه با واسطه زبان ظاهر می شود. و بسیار به خوانندگان هم تاکید میکنیم که خواهی که نیاری به سوی خویش زیان را، از گفته ناخوب نگه دار زبان را. یعنی وقتی که ما با محبت سخن میکنیم، سخن خوب را همیشه در زبان میاریم، البته محبت دیگران را هم سزاوار شده میتوانیم. مردم ازبکستان را مبارکباد میگویم. قانون درباره زبان دولتی بسیار ماده هایی هست که به واسطه به ملت تاجیک، به خلق تاجیک و یا دیگر خلقیت ها منسوبیت زیاد دارند. من با فخر کردم میگم که ما در یک گوشه که ازبکستان در سوخ زندگانی میکنیم، لیکن در ما گازیت با زبان مادری، گازیت صدای سوخ، تلویزیونی است برای مردم ما، مکتبامو تاجیکی گفته با آواز بلند 25 مکتب تاجیکی داریم، کالج، لیسه داریم. این چی میگوید؟ این در ازبکستان برای هر یک ملت آزادی دادگی که یگان کسی مانع دادگی نیست. من روسا با مکتب‌های روسی داره، قرقیزا با زبان قرقیزی میخواند. یگان کسی با زبان خودت نخوان گفته این گم نیست. هر تاند با زبان خودت سرود خواند، با دیگر انگلیسی کتی خواند. تمنا میکنم هر شب که چون یابم وصالت را. تمنا میکنم هر شب که چون یابم وصالت را. بجز رویت تمنایی نمیبینم، بجز رویت تمنایی نمیبینم. معنی شیرین و رنگینم به ترکی بی حد است. فارسی هم لعل و درهای سیمین گر بینگری. گویا در رست بازار سخن بینمودم، یک طرف دکان قنادی و یک سو زرگری.
انعنه دو زبانی در آسیای میانه در عصر در عصر 8 ابتدا گرفته بود، وقتی که عرب ها آسیای میانه را استیلا کردند. در همان دوره حالت دو زبانی تاجیکی عربی معمول شده بود، لیکن این از بین رفت. بعد عصر 15-16 هنگام دایره ادبی هرات تشکیل شدن که سروریان عبدالرحمن جامی بود و دوست شاگرد بهترین عبدالرحمن که علیشیر نوایی، در همین دوره انعنه دو زبانی تاجیکی ازبکی سرچشمه گرفت و تا امروز همین انعنه دوام کرده ایستاده است. در دنیا دو خلقی را یافتن امر محال است که آنها از لحاظ مدنیت، معرفت، مفکوره به هم نزدیک باشند. اگر چنده که گروه زبان تاجیک به عائله زبانهای هند اروپایی داخل شود، ازبکی به گروه زبانهای ترکیه آلایی داخل شود، هم در اینجا تماما مقابلت است. لیکن از لحاظ مراسم های دینی، مراسم های شادمانی، جشن سرورها، انعنه ها، زیست زندگی مردم تاجیک ازبک نهایت به همدیگر نزدیکند و کلمه های بسیار بین همدیگر مبادله کردند. از این لحاظ در ادبیات تاجیک ما همین دو زبانی از عصر 15 سر شده باشد تا امروز دوام کرده ایستاده است. حاضر شاعر در ازبکستان نیست که شاید یک دو غزلی ازبکی نداشته باشد. میگویند که شاعری نیست که و درباره مادر سخن ندارد، لیکن در ازبکستان شاعرانی هستند تاجیک ها اکثریت با زبان ازبکی هم شعر می‌نویسند. این انعنه را در ادبیات ما انعنه ذواللسانین یعنی دو زبانی مینامند. این برای بازگردیدن ادبیات هم تاجیک و هم ازبک منفعت کلان دارد. که عصر 21 این عصر ترقیات است. برای ما هم مانند دولت‌های مترقی رواج یافتنمان با زمان هم نفس و علم‌های دنیوی را خبردار گشتنمان لازم است. خصوصاً زبان‌های غیر را دانستن خیلی مهم است. پیش از این البته زبان‌های مادری و دولتی خود را باید دانیم. چنانچه بزرگانمان فرمودند هر کس که با زبان خود سخندان گردد دانستن 100 زبان آسان گردد. من از فرصت استفاده برده تمامی همدیارانمان را با عید زبان دولتی تبریک میکنم. عیدتان مبارک باد. Azizlar, sizlarni yana bir bor o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishining 30 yilligi bilan chin ko'ngildan muborakbod etaman. Azizoni dilu dida, shumoyoni aziz ro با روزی زبان از ته دل تبریک و تهنیت ها میگویم. Azizlar, keyingi dasturlarimizda uchrashguncha sog' omon bo'ling. Azizon, ta barnomai digar salomat boshid.